عزیزانم، همین که حال دلتان خوب باشد و لبخند شیرین بر لبتان باشد برایم کافی است. با دکتر فال همراه باشید. فال روزانه 3 مهر ماه 1402. متولدین فروردین، اکنون زمان خوبی برای شروع رابطه های تازه است. اگر شخصی که برایتان آشنا است با پیشنهاد جدیدی به سراغتان آمد، با ذهنی باز این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهید. پیش از برداشتن هر قدمی جوانب مختلف را در نظر گرفته و ریسک های موجود را بررسی کنید. اما اکنون برای شما زمان خیلی خوبی برای شروع کارهای تازه میتواند باشد. موفقیت و خوششانسی در راه هستند. گوشها و چشمهایتان را خوب باز کنید تا این فرصتها را از دست ندهید. امروز شاید خبرهای مهمی از کسی که دوست دارید بشنوید که میتوانند اثرات قابل توجهی روی رابطه شما و آیندهتان داشته باشند. متولدین اردیبهشت، امروز قدرت و انرژی بسیاری در درون خود احساس می کنید. شما تلاش زیادی برای پیشرفت در زمینه کاری کرده اید و اکنون این زحمات و تلاش‌هایتان دارند به نتیجه می‌رسند. تحت شرایط کیهانی موجود، شما امروز می‌توانید به شخصی که دوست دارید بیش از هر زمان دیگری نزدیک شوید و احساس صمیمیت بیشتری داشته باشید. به خاطر اینکه فکر می‌کنید کاری باعث ضربه زدن به احساس کسی خواهد شد، از انجام آن خودداری نکنید. دیگران مواظب خودشان خواهند بود. مسئولیت شما در مقابل خودتان بیشتر است. امروز بهتر است کار جدیدی را شروع نکنید. به ویژه اگر نگران این هستید که دیگران در مورد شما چه فکری خواهند کرد، 1-2 روز به خودتان وقت بدهید. متولدین خرداد، اکنون یکی از بهترین زمانهای ممکن برای فراگیری مهارتی خاص و یا دریافت مدرک در یکی از شاخه‌های مورد علاقه تان میتواند باشد. اگر انرژی فراوانی که در خود دارید را به کار گرفته و روی موضوع مورد نظرتان تمرکز کافی داشته باشید، موفقیت‌های بسیار و خوششانسی حتما به سراغتان خواهد آمد. اگر مجرد هستید، در فرصتی فوق‌العاده برای یافتن عشق هستید و می توانید با صداقت و نشان دادن خود واقعیتان شخصی که برای شما درست است را به سوی خود جذب کنید. متأهل خواهم حتی اگر این چند روز با شریک زندگیشان مشکلاتی داشتند، امروز سعی کنند این درگیری ها را کنار گذاشته و خودشان را برای 1 روز و شب رمانتیک آماده کنند. متولدین تیر، اگر قصد سرمایه گذاری در زمینه املاک را دارید، شرایط در حال حاضر برای شما مساعد هستند. در واقع هر گونه سرمایه گذاری در شرایط فعلی به نفع شما خواهد بود و سود این کار را به زودی دریافت خواهید کرد. امروز برای پذیرفتن یک مهمان در خانه‌تان آماده باشید و اگر طی هفته خانه را مرتب نکرده اید، اولین کار امروزتان تمیز کردن منزلتان و آماده شدن برای پذیرایی از مهمانهایتان باشد. 1 ایمیل یا تماس تلفنی دریافت خواهید کرد که میتواند پیام‌آور سود زیادی برای شما باشد. اگر تمام روز در خانه بوده اید و حوصله‌تان سر رفته، بد نیست به دیدار یکی از دوستان یا نزدیکانتان بروید تا حال و هوایتان عوض شود. متولدین مرداد، امروز صبح که از خواب بیدار می شوید، کمی احساس کسالت و بی‌حوصلگی می کنید. اما تا نیمه های روز حالتان خوب خواهد شد و روحیه‌تان بهتر می شود. شاید با شنیدن خبرهایی دلگرم کننده از جانب یکی از دوستان و اقوامتان در رابطه با موقعیت دشواری که اکنون رو به حل شدن است خوشحال و شگفت زده شوید. از افزایش یافتن انرژی و بهتر شدن حالتان به دنبال شنیدن این خبرها لذت ببرید. مسائل مربوط به رابطه عاطفیتان امروز آنقدر وقتتان را خواهند گرفت که وقت زیادی برای چیزهای دیگر نخواهید داشت. هرچقدر هم اهداف بزرگی در سر داشته باشید، تا زمانی که مسائل و مشکلات مربوط به رابطه عاطفی خود را حل نکنید، نخواهید توانست روی برنامه ریزی و رسیدن به آنها تمرکز کنید. متولدین شهریور،
اگر اینکه هرچه بکارید همان را برداشت می کنید حقیقت داشته باشد، طی ماه‌های آینده محصولات بسیاری را برداشت خواهید کرد. تلاش بسیار و تمرکزی که صرف کارهایتان می کنید، درست زمانی که فکر می کنید هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهید آورد و تلاش‌هایتان بی‌ثمر هستند، با ترفیع مقام و افزایش حقوق پاداش زحمات خود را به صورت رضایت بخشی دریافت خواهید کرد. انرژی فراوان و شور و اشتیاق خود را حفظ کنید تا درهای زیادی به رویتان باز شوند و خودتان را برای عبور از آنها آماده کنید. نکته کلیدی امروز این است که اعتدال را در مکالمات خود رعایت کنید. همه چیز خیلی سریع پیش خواهد رفت. پس از بستن کمربند ایمنی خود اطمینان حاصل کنید. متولدین مهر، شما در زمینه حرفه‌ای اعتماد به نفس زیادی دارید و می‌دانید که شم تجاری خیلی خوبی داشته و نسبت به مسائل و مشکلات رویکردهای غیر منطقی را در پیش نمی‌گیرید. موفقیت‌های اخیرتان شما را برای جهشی دیگر در مسیر پیشرفتتان آماده کرده‌اند. نسبت به فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که از طریق اینترنت و به صورت آنلاین برایتان فراهم می‌شوند، ذهنی باز داشته باشید. امروز دوستانتان از تمام راه‌های ارتباطی سراغتان را می‌گیرند و در تلاش برای پرسیدن حالتان هستند. سعی کنید پاسخ پیام‌ها و تماس‌های آنها را بدهید و قدردان محبت‌های آنها باشید. از دست دادن دوست‌های خوب خیلی راحت‌تر از به دست آوردن آنهاست. متولدین آبان، امروز از جایی که انتظارش را ندارید و شاید حتی از سوی افرادی که کاملا برایتان غریبه هستند، خوششانسی به سراغتان خواهد آمد. اگر ندای درونتان شما را به سوی راهنمایی کرد، آن را نادیده نگیرید و از راهنمایی‌های حس ششمتان استفاده کنید. در حال حاضر سرمایه گذاری در املاک به ویژه واحدهای مسکونی میتواند برای شما منافع بسیاری به همراه داشته باشد. به حدس و گمانهای خود اعتماد کرده و نگذارید احتیاطهای بیهوده مانع پیشرفتتان شوند. امروز از آن روزهایی است که یک جرقه در ذهنتان کافی است تا به آن شاخ و برگ داده و آن را به پروژه‌ای بزرگ تبدیل کنید. از انرژی امروز استفاده کرده و رویاهایتان را به مرحله اجرا درآورید. متولدین آذر، امروز مکالمات جالبی خواهید داشت و ممکن است با یکی از دوستانی که مدت‌ها از او بیخبر بوده اید و هیچ شماره تماسی از او نداشته اید، تماس یا دیدار داشته باشید و خبرهای زیادی بین شما رد و بدل خواهد شد. همچنین چیزهایی در رابطه با موفقیت در رسیدن به هدفی که در چند ماه گذشته برای آن تلاش کرده بودید به گوشتان خواهند رسید. امروز خیلی حرف خواهید زد و از هر دری از سیاست گرفته تا پرورش کودکان با دوستانتان صحبت خواهید کرد. امروز در خانه بمانید و با بچه‌ها بازی کنید. همراه با همسرتان روی کاناپه لم داده و تلویزیون تماشا کنید. اگر هم مجرد هستید، دوستان نزدیکتان را به منزلتان دعوت کنید و از همراهی با آنها لذت ببرید. متولدین دی، شما در حال حاضر کاملا آماده اید تا نتایج تلاش و سخت کوشی این چند وقت اخیر را برداشت کنید. طی هفته‌های آینده پیشرفت‌های قابل توجهی را در پروژه‌های کاری و شخصی خود ملاحظه خواهید کرد. این موفقیت نه تنها باعث بهتر شدن وضعیت کاری شما خواهد شد، بلکه احساس خوشبختی را نیز در وجود شما زنده خواهد کرد. احساس می‌کنید در یک گردباد گرفتار شده اید. همه چیز دور سرتان میچرخد و انگار کنترل همه چیز از دستتان خارج شده است. اصلاً خودتان را نگران نکنید و تسلیم وضعیت موجود شوید و بگذارید هرچه میخواهد بشود. اگر با طوفان درگیر شوید، به خودتان هم آسیب خواهید رساند. چیزهایی که خارج از کنترلتان هستند را بپذیرید. متولدین بهمن، تحت شرایط کیهانی فعلی شما به احتمال زیاد سفری در پیش خواهید داشت که میتواند به منظور تفریح، کار و یا هر دوی آنها باشد. این سفر دسترسی به اهدافی که به دنبال آنها هستید را برای شما به همراه خواهد داشت. اگر به دنبال ترفیع رتبه در محل کارتان هستید، به احتمال زیاد در این زمینه موفق خواهید بود.
اگر قصد دارید راهتان را جدا کرده و کار تازه‌ای را شروع کنید، همکنون زمان خیلی خوبی برای انجام این کار میتواند باشد. وقت آن رسیده است که هدایت امور را به دست بگیرید. امروز انرژی شما بسیار زیاد است و قدرت تاثیرگذاری بسیاری روی دیگران خواهید داشت. در هیچ زمینه‌ای خودتان را کنار نکشید و با اعتماد به نفس تمام در هر کاری که دلتان می‌خواهد شرکت کنید. متولدین اسفند، اگر از جایی که اصلاً انتظارش را ندارید پولی به شما رسید تعجب نکنید. این میتواند نتیجه یک سرمایه گذاری و یا هدیه‌ای از جانب یکی از دوستان یا اقوامتان باشد. به رویاهایی که چندین بار تکرار میشوند توجه کنید. این رویاها میتوانند درسی در رابطه با درک مسیر زندگیتان برای شما به همراه داشته باشند. شاید به طور ناگهانی با یکی از دوستان عزیزتان که برای مدتی طولانی از او بیخبر بوده اید دیدار کنید و ساعتها با هم در مورد اتفاقاتی که در زندگیتان افتاده‌اند صحبت کنید. به طور کلی روز خوبی در پیش خواهید داشت که برای شما با آرامش همراه است و انرژی کافی برای یک هفته خوب را به شما خواهد بخشید. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با دکتر فال همراه باشید.